این ساختمان رهایشی تقریبا 8 سال پیش به ارزش بیش از 290 میلیون افغانی در ناحیه 12 منطقه چهارراهی مابست ساخته شده بود. اکنون در مسیر پروژه سرک‌سازی قرار گرفته است. به گفته صاحب این بلند منزل تا کنون از سوی شهرداری به شخص پرداخت نشده است. مالکان این ساختمان رهایشی میگویند که در آن زمان کار این ساختمان را در هماهنگی با شهرداری کابل آغاز کرده بودند. آنان از شهرداری کابل میخواهند تا بهای استملاک این بلند منزل را نظر به ساحه تجارتی آن و همچنان مقدار پولی که در ساخت آن هزینه شده پرداخت کنند. ما از شهروالی محترم خواهش میکنیم که می ساحه تجارتی و رهایشی را اینا فرق کنند، چون که تجارتی هم ساحهش قیمت است و همون پیسه که مصرف میشه در ساحه تجارتی در رهایشی مصرف نمیشه. هم معیارهای تجارتی مارکت معلوم است. در نوع ماستر پلان مطابق جوړ شوی او چې نوې افتتاح شو عاید لار نه واخیسته چې بیرته تخریب شو. با این حال شهرداری کابل آمار می‌دهد که از آغاز پروژه های جاده سازی در پایتخت تا کنون بیش از 5000 جایداد در شهر کابل به سبب پروژه های جاده سازی استملاک شده اند که این شمار شامل ساختمان های رهایشی و زمین ها می شود. سخنگوی شهرداری کابل می افزاید که این اداره بهای ساختمان ها و زمین های استملاک شده را به مالکان آن پرداخت می کند که تا کنون 5 میلیارد افغانی در این بخش هزینه شده است. هدف از جایداد خانه نیست. ما بسیار از ملکیت ها داریم که 1 متر یا نیم متر دیوارشان یا 2 متر اتاقشان رفته و شهروالی کابل خود مکلف میدانه هم خساره زمین و هم خساره ساختمان را برشان پرداخت بکنه. تا فی الحال که ما شما صحبت میکنیم در حدود 5 میلیارد افغانی شهروالی کابل هزینه های استملاکی داشته و برای مردم خساره ساختمان پرداخت کرده و این پروسه در تمام شهر کابل جریان دارد. پیش از این شهرداری کابل گفته بود که روند استملاک خانه ها برای ساخت ساز جاده ها بر پایه قانون پیش می رود و بیش از 3.5 میلیارد افغانی نیز در این بخش هزینه شده است.